سلام رفقا، بازم اومدیم با قسمت بعدی فیلم 365 روز نسخه بعدی. تو این فیلم کارگردانی عوضی به تمام معناست. این دختر بیچاره برای آخرین دفعات زیرخواب این کونیه میشه و این بار نه تنها شوهرش بلکه دوست پسرش هم اینو تقه میزنه و عقب و جلو براش نمیذاره. البته کون خودش هم میخوره و هی بین اون سرویس میده. تو صحنه آخر دیگه تو چه میفتن به جونش و فانتزی دختر برآورده میشه. پس تا آخر با ما همراه باشین. اگه قسمت‌های قبل این فیلم رو ندیدین حتما این بالا رو کلیک کنید و برید توی کانال قسمت‌های بعدیش رو هم بیننده باشین. خب بعد اینکه لارا از دست دوست پسرش میرسه پیش شوهرش به شدت زخمی میشه و شوهرش هم به دشمنش میگه اگه این دفعه بیای سیسی کونتو میذارم. لارا که توی تخت خوابه، ماسیمو میاد پیشش و لارا هم میشینه روی خیارش، اما ماسیمو میگه تو الان حالت خوب نیست و نیاز به استراحت داری. لارا هم میگه ولم کن بابا، اون از اون عوضی که تو یک ماه حتی به من دست نزد. حالا تو هم که میگی فقط استراحت کن. من گیر میخوام، یعنی شیر میخوام، شیر گاو. بعدش میره پیش دختر خالش و بهش میگه بریم به چند تا چیز کلوف بریم. میرن یکم دور و وقتی حالش خوب میشه برمیگرده خونه و میبینه که شوهرش جلسه داره. میره خودشو خوشگل میکنه و برمیگرده شوهرش از توی جلسه میبره تو اتاق دیگه. همکاره ماسیمو هم میگن ای بابا اندازه یک کاسم ارزش نداریم. ماسیمو هم دختر رو میبره تو دهلیز و سر پای یه جوری میکندش که جلو عقب براش نمیمونه. بعدش هم شلوارش رو میپوشه و میره سر جلسه. در همین حال دختر خالش میادم که ای بابا دادی، گیر میده که با جزئیات برام تعریف کن. چه جوری کرده؟ خب کرده دیگه، بگم شاخ و دوم نداره. با دختر خاله جندش میرن رستوران. اونجا یه تماس براش میاد و وقتی برمیداره میبینه ناچوه. اونم بهش میگه کجایی جند خانم، خوشحالی من نیستم هی میدی به هر کی. بعدش قطع میکنه. دختر خالش میپرسه کی بود و اینم میگه که همون کونی بود که منو دزدیده بود. البته منم میخواستم بهش بدم که فرصت نشد. از اونجا پا میشن میرن یه کلوپ رقص، اونجا مست میکنن و میرقصن که یهو میبینه شوهرش هم اومده. دستشو میگیره میبرتش توی اتاق VIP. اونجا میگه زنه هی واسه اینا چیز میلی میکنه. لارا هم میشینه روی خیار شوهرش رو. یه 24 ساعت نگذشته که دوباره هم عرضه میکنن. به خود فیلم پرنم یه وقفه داره، شما نه. برمیگردن خونه و چند روز میگذره. یکی از روزها لارا با ماسیمو دعواش میشه و لارا میگه عوضی این دشمنات بود که باعث شد یه هفته زیر خواب بچه‌ای مردم باشن و بچه‌م سخت بشه. میره میخوابه و توی خوابش میبینه که ناچو، یعنی همون بوکانش، اومده و داره چپ و راست سلام میزنه. بعدش هم شروع میکنه به خوردن نانازش که از خواب میپره و میبینه که ناچو نیست و شوهرشه. شوهرش هم میگه به به چشمم روشن، چقدر خیسی. پیش میگه من میفهمم یه ریگی توی کفش تو پا میشه میره. بالاخره کارگردان دلش برای مازت طرف سوخته و چند مدت جیگرجون رو زیر خواب ماسیمو میکنه و مثلا با هم قهرن. لارا هم میره به کار و بارو لباس مدلینگش میرسه و ماسیمو هم عین خیالش نیست. یکی از شبها ماسیمو با دوستش رفته یه کلوپ رقص. اونجا دخترای ماما 85 خودشونو به ماسیمو میمانن و ماسیمو هم یه ذره مونده که همشون رو جر بده، اما یاد زنش میفته و پا میشه میره. عجب مرد نجیبی. لارا هم فرداش میره فروشگاه. اونجا میبینه که همکارش روی میز طراحی لباس داره به یکی سرویس میده. ای بابا یه لحظه رو نکنیم ببینیم چی به چیه. بالاخره بعد چندین روز که دعوتنامه از هلند برای لارا میاد و میگن باید واسه جشن مد و فشن بیای هلند. لارا با دختر خالش وارد اروپا میشه و اونجا همش عشق و حال میکنه. یکی از روزها که دوتاشون دارن تو ساحل غذا میخورن، لارا میبینه که ناچو هم با خواهرش اونجاست. خواهیهاش با بیامیش و سری برمیگرده هتل تا نکردتش. شب که میاد خونه میخوابه، خواب ناچو رو میبینه که با زنبوی سوار شده میکندش. از خواب میپره و میگه ای بابا این پسر دست فردار ما نیست، حتما باید یه بار پیش بدم. بالاخره جشن فردا شب شروع میشه و دختر خالش توی محفل انقدر میخوره و کنده بازیش گل میکنه مامور هم مجبور میشن اون از توی محفل بندازن بیرون. بعدش هم لورا ناچو رو میبینه و با پا در میونه خواهر ناچو لورا راضی میشه که با ناچو برن خونه‌شون رو صحبت کنن. ناچو لورا جون رو میبره به خونه خودش و بهش میگه عزیزم من جونم و کف دستم گرفتم اومدم این منطقه تو رو بکنم، یعنی از تو رو ببینم. تو رو خدا ببین اگه میتونی بیا زیر خواب من شو. خدا ماسیمو کونیه. یکم دستمالیش میکنه. لورا هم که تقریبا یه ساله داره خواب ناچو رو میبینه همون شب و تمام وجود به ناچو میده و میتونه با روش‌های مختلف
خونه خودش رو پاره میکنه. فرداش ناچو لارا رو میرسونه دم در هتل، بهش میگه من روز فشار نمیارم و اگه خواستی آزادانه میتونی بیای با من زندگی کنی. آره دیگه، حالا که کردیش برات مهم نیست. لارا میره هتل و میبینه که ماسیمو اومده. شوهرش ازش میپرسه که کجا بودی گنده. اینا میگه من به زمان نیاز دارم و تو رو خدا چند مدت ازم دور باش. با هم موقتا به هم میزنن و لارا چند مدت طولانی میره پیش مامان باباش. یکی از روزا که لارا خواب میبینه که ماسیمو و ناچو با هم اومدن به جونش و دوتایی دارن اینو میکنن. به مولا این دختر از جنده سره. بعدش از خواب میپرون که یکاش واقعیت داشت. تا میشه میره پیش باباش و همینجا به زنگ میزنن و دختر خالش بهش میگه که ماسیمو از همه چی خبردار شده و قراره یه جنگ را بیفته. درست سری میره به شهر دیگه، اونجا سوار تاکسی شده میره پیش ماسیمو. راننده تاکسی هم ناچوه و به لورا میگه من منتظرتم دیگه، امروز باید انتخاب کنی که پیش کی میمونی. بعدش هم لورا میره پیش ماسیمو و بهش میگه من تعجب کردم که هنوز کل نشون نذاشتی. ماسیمو هم میگه من یه چیزی از بابام به یاد دارم که میگه چیزی که عاشقشی رو ولش کن، اگه مال تو بود برمیگرده. بعدش هم به لورا میگه اگه واقعا منو میخواد خودت باید برگردی پیشم و به زور هیچ کاری رو نمیتونم بهت اجبار کنم. فیلمم همینجا به پایان میرسه و فعلا هم میرسیم به پایان سری فیلم‌های 365 روز. امیدوارم از ویدیوهای ما لذت برده باشین و برای حمایت از ما سابسکرایب و لایک یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.